سلام و عرض ادب خدمت یکایک شما عزیزان. امیدوارم که حالتون خوب باشه. امروز رو با یک جزوه‌ای در خدمتون هستم که در مورد موسیقی زبان خیلی سلیس و روانی توضیح داده. شما میتونین ازش استفاده کنین. قبل از شروع توضیحات لازم بگم هر کدوم از شما عزیزان خواستین میتونین پیام بذارین، حالا یا کامنت بذارین و که براتون حالا یا ایمیل بشه یا از هر طریق دیگه، تلگرام یا هر حالت دیگه که اوکی بشه براتون ارسال میکنم که داشته باشینش و خودتونم مطالعهش کنین. من قسمت هایی که ببینم حالا نیاز به توضیح داشته باشه براتون میگم و مابقی رو خودتون میتونین مطالعه کنین. خب این از بخش اول از شیوه تولید صدا از فیزیک صوت شروع کرده که اون قسمت هایی که دیگه خیلی ساده است رو من بهش اشاره ای نمی کنم تا میایم مبحث اولین بحثی که دیگه بالا به صورت جدی شروع میکنه، صدای غیر موسیقیایی و صدای موسیقیایی. خب اینجا خودش هم نوشته همه صدایی که اصوات موسیقیایی نیستند را صدای غیر موسیقیایی مینامیم. خب اینا رو با مثال وقتی بگیم قشنگ دیگه متوجه میشیم. مثلا صدای جارو برقی یه صدای غیر موسیقیاییه، یا صدای کولر، یا صدای یک تصادفی که شما میشنوین. خب برعکس این حالت رو اگر بخوایم اینجا به عنوان مثال بگیم، مثلا صدای موسیقیایی رو خب کاملا مشخصه که یک فرکانس مشخص و معینی دارن و خب یه مقدار صداشون مطبوع تره، مثل یک صدای قطعه موسیقی که تنظیم شده و ما اونو میشنویم. خب این مبحث رو اگر بخوایم بگذاریم، در صداهای موسیقیایی ویژگی‌هایی هست که باید، یعنی 4 مشخصه اصلی خودش گفته که باید در موردش صحبت کنیم. یکی گزینه اولش زیر و بمیه، گزینه دومش کشش، بعد قدرت یا شدت و تنین. اینا رو شما باید خیلی خوب درکش کنین تا این مبحث رو کامل متوجه بشین، ویژگی‌های صدای موسیقیایی رو. مورد اولش که میگه ارتفاع یا زیر و بمی، این رو حالا شاید کسایی که روی ساز بیشتر، اگر یه سازی رو کار میکنین، مثلا روی ساز باقلما یا همون دیوان، میتونیم به صدای مثلا لای دستباز که صدای بمی داره با لای پرده مثلا 17 توی دیوان دسته بلند، میتونیم به این اشاره کنیم. خب به عنوان مثال اگر روی ساز من اینو براتون مثال بزنم که متوجه بشین، این نوت با این نوت خب قطعا از لحاظ زیر و بمی فرق دارن. اولین صدایی که شنیدین شما این صدا بم هست و این صدای زیر. پس این از قضیه زیر و بمی یا همون ارتفاع صدا یکی از مشخصهای صداست، این رو ما درک میکنیم. پس حالا یه مثال دیگه هم بگیم. بالطبع این صدایی که الان اینجا میشنویم یه صدای بم نسبت به این صدا، الان این صداها دارن به سمت بم شدن تغییر پیدا میکنن. پس شما این رو باید تغییراتش رو بتونین تشخیص بدین. گزینه دوممون کشش هست. خب دیرندم بهش میگن مبحث زمان هست. مثلا برای کسایی که حالا قبلا کار کردن میتونیم به نوتای سفید، نوتای گرد، نوتای سیاه و چنگ و دولا چنگ و سلا چنگ و اینا اشاره کنیم که اون توی مبحث زمان باید اینو مطالعه کنن یا اینکه کارش کنن. حالا یه مثال براتون میگم، اینم یه نوت 4 ضربی مثلا میگم. اگر ما یه سول 4 ضربی داشته باشیم به اندازه 4 ضرب یا به اندازه حالا قراردادی اگر بخوایم بگیم به اندازه 4 ثانیه طول میکشه. مثلا سول دو سه 4، به اندازه 4 ثانیه صدای این ساز رو ما میشنویم. سول.
این کششش 4 ثانیه بود یا 4 ضرب بود، ولی حالا داریم مثلا کششمون 2 ضربه سول، یا اینکه 1 2. خب کشش اینا طبیعتا با هم برابر نیست. اولینی که اجرا کردم خب طبیعتا کششش 4 ضرب و دومی 2 ضرب بود. اینا رو تو مبحث دیرند یا کشش میتونین کار کنین روش. شدت هم بحث قوی و ضعیف بودن اون صدایی که ما میشنویم. مثلا اگر ما اینجا داشته باشیم همون نوت سل رو، این یک سل ضعیف به نسبت این سل، خب شدت این صدایی که تولید میشه پس اینا رو هم خب تفاوت این صدا رو از لحاظ قوی و ضعیف بودن یا به اصطلاح بلند و کوتاه بودن رو باید در مبحث شدت صدا باید بررسی کنیم. رنگ صدا حالا بخوایم در موردش صحبت کنیم، یک مثال هست. حالا اگر اینو در صفحه 6 خودش هم گفته، مثل این میمونه که شما یه آهنگی رو با صدای گیتار میشنوین، یه رنگ خاصی داره برای خودش از لحاظ صدا. همون آهنگ رو اگر بیایم با ساز دیگه با ویولون بشنویم، خب طبیعتا یه حس دیگه داره. یا یه مثال دیگه هم که هست، خودش هم اینجا نوشته، میگه که از پشت تلفن شما بدون اینکه طرف مقابل رو ببینین و یا او خودش رو معرفی کنه، شما تشخیص میدین و میفهمین که چه کسی پشت تلفنه و این به خاطر رنگ صوتی اون نفره. و اینم از مبحث رنگ یا تنین که شما خودتونم میتونین مطالعه کنین. بعد خب مباحث دیگه هم که ادامه میخوایم بدیم و بریم جلو، نوت ها و ترتیب آنها. اینو قبلا هم بحث کردیم که نوت ها دو ره می فا صل لا سی که به دو حالت حالا خودش هم گفته، هجایی و الفبایی بحث شده. هجاییش میشه دو ره می فا صل لا سی و الفباییش همون سی دی ای اف جی ای بی که مثلا A معادل لاس، G معادل سل، F معادل فا و الی آخر. اینم از این مبحث. خب اکتاو رو توضیح داده که گفته اگر از هر یک از نوت ها دو ره می فا صل لا سی شروع کنیم و نوت ها رو به ترتیب بشماریم، در نوت هشتم به نوت همنام آن میرسیم. مثلا دو ره می فا صل لا سی دو، توی هشتمین نوت باز رسیدیم به دو. در واژه یونانی، در زبان یونانی واژه اکتاو به معنی هشتم هست. به همین دلیل هم به فاصله میان این دو نوت همنام، یعنی دو تا دو، دو ره می فا صل لا سی دو، اکتاو میگن. یعنی این فاصله دو ره می فا صل لا سی دو، یعنی این فاصله دو تا دو. فاصله این 8 نوت رو، یعنی از دو تا دو، بهش میگیم اکتاو. خب بریم خطوط حامل که فکر میکنم همگی بلد باشین. خطوط حامل رو 5 خط موازیه که خطوط رو از پایین میشماریم. خط یک این از پایین، خط 2 3 4 و بالاترین خط هم میشه خط 5. حالا چیزی که اینجا مهمه، نوت ها رو ما توسط این علامت های بیضی شکل نشون میدیم. دو حالت داره، یا اینکه بین خطوط قرار میگیره مثل این، یعنی بین خط 4 و 5 الان، یا اینکه روی خط قرار میگیره مثل این، روی خط اول، روی خط 5، روی خط 4، روی خط 3 و الی آخر. پس این دو حالت رو داریم فعلا. کلیدی هم که ما استفاده میکنیم فعلا در این ساز، در ساز دیوان، کلید سل هست. اینجا کلید سل رو مشخص کرده
اینم جایگاه نوت سل روی خط دوم. بر اساس این سلی که اینجا کشیده ما میتونیم نوت‌های بعد و قبلش رو تشخیص بدیم. تو اون دایره‌ای که میگفتیم دو ره می فا سل لا سی دو، بعد از دو ره می فا سل بعد از سل لا هست. خب طبیعتا لا میشه اینجا، بعد از لا داریم سی، بعد از سی دو، بعد از دو ره به ترتیب، یعنی یکی روی خط، یکی بین خط، یکی روی خط و یکی بین خط. و به سمت بم شدن یه نکتم که بگم، این سل که اینجا هست نسبت به این سل بمتر، یعنی این بمه، اینجا بمه، اینجا زیره. صداشون هم اگر بخواین بشنوین، سل اولی این صدا رو داره، حالا این صدا رو داره، و سل که زیرتره این صدا رو داره. حالا شاید ساز منم زیاد دقیق نباشه، کوکش چک نکردم، ولی حالا مثل همون مثالی بود که ابتدا گفتیم، لای دست باز و لای پرده 17. اینجا هم پس از این نوت هرچه به سمت بالاتر میریم صداهامون زیرتر میشه، یعنی این ر نسبت به این ر بمتره. خب این هم یه تمرین خیلی خوبه که شما میتونین به صورت پراکنده خودتون نوتا رو بنویسین و سعی کنین اینا رو بخونین. اولی مثلا سل، بعدی ر، فا، دو، می، البته به شرطی که حالا فارسیش ننویسین زیرش که چشمتون اینجوری عادت نکنه. میای مبحث بعدی، خطوط تکمیلی رو، این 5 تا خط رو خطوط اصلی ما هستن. به بالا ما میتونیم اگر صدای زیرتر از اون سلی که اینجا بحث کردیم بیام، اگر بخوایم یه صدای زیرتر از این سل رو ایجاد کنیم ما مجبوریم از خطوط تکمیلی استفاده کنیم، چون سل مثلا اینجا قرار بگیره بالاتر از اون سل، مثلا میگم حالا این سل بخوایم این لا رو اجرا کنیم باید بریم از خطوط تکمیلی استفاده کنیم، یا سی یا دو یا ر. هر چقدر به سمت بالا میره ما از این محدوده استفاده میکنیم و به سمت بم شدنش هم به همین شکله، یعنی صدایی بمتر از اون ری که اینجا کشیده شده بود میایم از خطوط تکمیلی استفاده میکنیم. خودش هم یه نمونه اینجا رسم کرده، قبل از ر میشه دو، یعنی این دو بمتر از اون ر هست، پایین تر قرار گرفته و از خطوط تکمیلی هم استفاده شده. یه تیکه از خط رو کشیده اونجا. اینا مثالایی که اینجا گفتن، این لا سی دو ر به ترتیب میره بالاتر، خطوط تکمیلی رو استفاده کرده و اینم یه شکل کامل از اون چیزی که ما میخوایم که این بحث خطوط تکمیلی رو کامل متوجه بشیم. خب همونجوری که اینجا میبینین بالاتر از سل لا قرار گرفته، بالاتر از لا سی، بعد دو، بعد ر، همینطور به خطوط تکمیلیمون اضافه میشه. حالا خب شاید یه نفر بیاد بگه که چرا ما خب از اول اینا رو یه سره مثلا خطوط تکمیلی رو به این شکل مثلا نکشیدیم، بیام شکل قبلی اینا رو کامل اینجوری نمیکشیم. خب در این حالت قدرت پردازش ما میاد پایین تر، یعنی یکم سخت‌تر میشه برامون یه نوت رو این وسط تون شلوغی تشخیص بدیم. یعنی بررسی کردن، اومدن تست کردن، امتحان کردن، دیدن که فقط تا 5 خط ما بیشتر میتونیم به صورت با سرعت مناسب این نوتا رو بخونیم، دیگه ما بقیه رو از خطوط تکمیلی استفاده کردن. اینم یه تمرین خیلی خوب برای درک نوت هایی که روی خطوط تکمیلی و یا بین آنها قرار میگیرن. به این شکل میتونین تمریناتی رو برای خودتون بنویسین. خب اکتاف ها رو هم، واحد سنجش فاصله رو گفته پرده و نیم پرده. این مبحث خیلی مهمه برای نوازنده که میخواد حالا مبحث تئوریش هم قوی باشه،
این پایه و اساس ها رو باید حتما بلد باشین. یه قانونی هست برای همه سازها، میگه که بین نوت‌ها به صورت طبیعی، بین نوت‌های متوالی که اسمشون رو میگیم، مثلا دو، ره، می، فا، سل، لا، سی، دو، فواصل مثلا دو تا ره، ره تا می، فا تا سل، سل تا لا، لا تا سی، اینا یک پرده ای هن. خب یک پرده، ولی دو تا نیم پرده داریم ما، یکی سی تا دوه و یکی می تا فا. اینا روی همه سازها یکسانه. روی پیانو بخواین اجرا کنین، روی دیوان بخواین اجرا کنین و یا ستار، هر سازی شما دو تا نیم پرده دارین، یعنی دو تا فاصله داریم که بینشون نیم پرده است، یکی می تا فا و یکی سی تا دو، خودش هم نوشته یک دوم. ما بقیه دیگه لا تا سی، دو تا ره، ره تا می، فا تا سل، سل تا لا و لا تا سی، اینا یک پرده، یعنی حتما اینو باید بلد باشین. نشانه های تغییر دهنده. دیز اولین موردیه که بحث میکنیم در موردش، خودش هم توضیح داده، ولی این مبحث نشانه های تغییر دهنده رو خیلی باید حواستون باشه که اشتباه نکنین. حالا خودش فاصله بین ره تا دو رو توضیح داده. اینجا نوشته که این دوه و اینم ره. خب الان روی ساز اگر بخوایم این صداها رو بشنویم، دو و ره، گفتیم فاصله شون، حالا روی ساز دیوان اگر بخوام توضیح بدم دسته بلند، دو پرده چهاره، ره پرده هفتمه، ما بین این دو تا نوت میشه پرده ششم. یعنی از لحاظ نگاه کردن هم شما نگاه کنین به این فاصله، متوجه میشین که بین این دو تا پرده چهارم، پرده هفتم، فاصله ششم دقیقاً بین این دو تا نوت قرار میگیره. اینو میتونیم بهش بگیم دو دیز، یعنی از دو به اندازه نیم پرده به سمت ره صدا زیر شده، یعنی دویی که نیم پرده صداش نازکتر شده و نهایتا میرسه به ره. یعنی این اگر دو باشه، بعدش پرده ششم رو دو دیز داریم و بعدش ره. البته اینو باید روی ساز حتما امتحان کنین خودتون تا اینکه کامل متوجه بشین. حالا من متنشم بخونم برات. این علامت که میبینی نوشته دیز، این علامت رو میگه، هر جا دیدین توی البته برگه‌های موسیقی دیز بهش میگن. سمت چپ نوت قرار میگیره توی برگه های نوت. نیم پرده زیرتر میشه وقتی سمت چپ نوتی قرار میگیره، نیم پرده صداشو بالاتر میبره. مثلا اگر کنار ره قرار بگیره، ره تبدیل میشه به ره دیز. اگر کنار فا قرار بگیره تبدیل میکنه به این صدا، صداشون نازکتر میکنه. اگر کنار سل قرار بگیره میشه به این صدا. و برای همه نوت‌ها به این شکل در میاد که برای مثال نوت ره یک پرده از نوت دو زیرتر است. اگر ما علامت دیز را به نوت دو اضافه کنیم، نوت دو نیم پرده زیرتر می شود و به نوت ره نزدیکتر می شود. منظورش اینه. اینجا این نوت دوه، این نوت ره، دو ره. الان بخوایم دو رو نیم پرده زیرتر کنیم میشه این صدا. و علامتش هم اینجا نشان داده که دو رو به صورت دیز داریم اینجا، یعنی فاصله دو تا ره که به صورت طبیعی یک پرده بود، ولی در حالتی که دو دیز تا ره میشه نیم پرده. خب به مول برعکس دیز عمل میکنه، صدا رو بمتر میکنه. یعنی فاصله بین دو تا ره که یک پرده است، این بار میاد ره رو بمول میکنه، یعنی ره رو بمتر میکنه و این فاصله تبدیل میشه به نیم پرده. شاید اینا رو برای کسایی که حالا تجربه عملی روی ساز نداشته باشن یک مقدار درکش سخت باشه و اینو ترجیح میدم که حتما از
معلمی که پیشش بالاخره موسیقی دارین یاد میگیرین اینا رو براتون توضیح بده، یا باید بیشتر مطالعه کنین این مبحث رو. این علامتا بکار هست. بکار میتونم بگم خنثی کننده اون دیز و بمول و علامت‌های تغییر دهنده است. اینجا مثلا میبینیم دو دیز تا ر شده نیم پرده، ولی وقتی علامت بکار رو قرار میده کنارش تبدیل میشه به همونی که بود، یعنی یک پرده. و برای بمول هم به همین ترتیب، دو تا ر بمول وقتی بکار قرار بده دوباره برمیگرده به حالت طبیعی خودش. ر بمول. خب این جدولم نوتای آنارمونیک. خب اینا چیز سختی نیست، میتونید خودتون بخونین. مبحث دیرند یا کشش، این شکلا واضحه. مثلا گفته که به این قسمتش میگن چنگک، حالا یا پرچم. این قسمت دوم نوته اینا، و این هم به اصطلاح سر، قسمت سر نوت بهش میگیم. زمان نوت ها، این میشه شکل نوت گرد. هر وقت اینو دیدیم ما به اندازه 4 ضرب باید اون نوت رو کش بدیم یا کش بیاریم. به اصطلاح کشش زمانیش 4 ضربه. مثلا اینجا الان این نوت می باشه، خب بخوایم اینو اجرا کنیم، بعدش هم نوت سیه، بعدش لاس و بعدش فا. هر کدوم از اینا باید به اندازه 4 ضرب. حالا من ضرب ها رو با در آوردن این صدا این کار رو انجام میدم که شما بتونین ضرب ها رو تشخیص بدین که چند ضرب من اینا رو میشمارم. خب اولینش اگر می باشه می دو سه چهار، بعدی میشه سی، سی دو سه چهار، بعدی میشه لا، لا دو سه چهار، بعدی فا، فا دو سه چهار. خب همون جوری که شنیدین هر کدوم از اینا به اندازه مثلا 4 ثانیه 4 ضرب طول میکشه. و خب سفید 2 ضرب طول میکشه. اگر این سیاه باشه، یعنی که این بالا میبینید سیاه باشه، به اندازه 2 تا سفیده. ببخشید این بالای اگر گرد باشه که 4 ضربه، یعنی انقدر طول میکشه، این معادل 2 تا سفید هست. یعنی شما این رو یک سیب در نظر بگیرین که اگر تقسیم بشه به 2 بخش میشه 2 تا سفید. حالا روی نوتا قشنگ متوجه میشی. اینجا داریم سول، بعد سی 4 ضربی، بعد می 2 ضربی، بعد سی 2 ضربی، بعد لای 4 ضربی و فای 2 ضربی. خب از اینجا اگر ما بخوایم اجرا بکنیم از نوت سول، اولی سول بود، خب نمیدونم اشتباها حالا سی رو نگفته باشم. خب از سول شروع میکنیم، سول 2 ضربی، سول دو، بعدی میشه سی، سی دو سه چهار، بعدی می 2 ضربی، می دو، بعد سی 2 ضربی، بعد لایه 4 ضربی 2 3 4، بعد میشه فا، فا دو. یعنی از اول بخوایم بخونیم میشه، خب یه بار دیگه میگم اگر خواستین. حالا اینو سول 2 ضربی، بعدی سی 4 ضربی، یعنی 4 ضرب طول بکشه، می 2 ضربی، سی 2 ضربی، لای 4 ضربی و فای 2 ضربی. خب اینجا بعدش میایم سیا رو میخونیم. یه دونه از این گردایی که 4 ضرب طول میکشید برابره با 4 تا از این یک ضربی ها. خب حالا توی این قسمت 2 1 ضربی، سی 1 ضربی، 2 2 ضربی، لای 1 ضربی، سول 1 ضربی، لای 1 ضربی، سی 1 ضربی و 2 4 ضربی. بخوام این خط رو اجرا کنم، دو سی دو لا سول لا سی دو سه چهار،
4 ضرب طول میکشید آخری. همشون یه ضربی بودن به جز این دوی 2 ضربی و این دوی 4 ضربی. حالا پس بخواین برای خودتونم بخونین اصلا بدون ساز. دو سی دو لا سل لا سی دو دو سه 4 با 4 ضرب طول بکشه. خب چنگ رو داریم نیم ضربه، یعنی شکل تکیشون اینجوریه. وقتی هم کنار هم رسم میکنه به این شکل در میان. وقتی 3 تاش کنار هم قرار بگیره به هم میچسبن و وقتی 4 تا این شکلی به هم میچسبن که این قسمتی هم که به هم میچسبونه این نوت ها رو بهش میگن شاهین. دولا چنگ هم داریم، این قسمت چنگه که بالایش 2 تا خط داره که اینجا مشاهده میکنین. مثلا این چنگه، اینم چنگه، این 2 تا وسط دولا چنگن. همونجوری که میبینین اینجا رو چنگ کشیده، یه خط داره، اینجا هم چنگه، ولی اینجا قسمت شاهینش میبینین که 2 تا خط کشیده براش. اینها یا اینم مثال خوبیه، یه دونه چنگ و یه دونه دولا چنگ. این قسمت بهش اشاره میکنه که دولا چنگه. خب سلا چنگ هم به همین شکل 3 تا خط داره قسمت شاهینش و یه جدول هم هست که اینا میتونین، حالا تو گوگل هم هست، سرچ کنین جدول به اصطلاح زمانی، شکل زمانی نوت‌های مختلف. از گرد شروع میکنه، 4 ضربه، مثلا 1 2 3 4، این ولی 2 ضربه، 1 2، این 1 ضربه مثلا به اندازه یه دونه ضربه یا 1 ثانیه. حالا اینا نیم ضربی هن، نصف این سیاهه، همینطور میاد پایین نصف میشه. بعد مثل شجره اینجا اومده کشیده حالت درختی. اول گرد رو داریم تبدیل میشه به 2 تا سفید، بعد سفیدام دوباره تبدیل میشن به سیاه، بعد چنگ، بعد دولا چنگ ها رو میبینیم و بعد آخر سر سلا چنگ ها رو. خب حالا این مثلا سیاه رو اگر ببینید این میشه 1/4 این گرد بالایی. اگر چنگ رو در نظر بگیریم میشه 1/8 گرد. اینا هم استفاده میشن بعدن. خب نقطه و 2 نقطه، نقطه‌ای که در اینجا با آنها آشنا شدیم. خب نقطه میگه که هرگاه سمت راست نوتی این علامت قرار بگیره، این نقطه قرار بگیره، نصف زمان خودش رو بهش اضافه میکنه. مثلا این خودش 1 ضربه، وقتی این نقطه بهش اضافه میشه نصف زمان خودش یه چنگ بود و تبدیل میشه به 1.5 ضرب. اگر نقطه رو نداشت میشد 1 ضرب، ولی وقتی نقطه رو پیدا کرده میشه 1.5 ضرب. اینجا خب واضحه، مثلا این خودش 2 ضربه، نقطه بهش اضافه میشه 3 ضرب اینجوری. و مثال های دیگه هم آورده. 2 نقطه هم عنوان کرده که خودتون میتونین بخونین. وزن رو هم بحث کرده. اینا خب ضرب و وزن و اینا چیزایی بگم خیلی سختی باشن میتونین اینا رو خودتون مطالعه کنین. حالا اگر دیدم کسایی بودن که براشون سوال بود قسمت‌های بعدی یا خواهان بودن، مابقی مواردم میذاریم حالا که ویدیو خیلی زیاد نشه. حالا این قسمت میزانم بگیم، اگر توی حالت موسیقی های آورده این قسمت رو اگر مشاهده کنین، اینا مثلا اینجا نوت سفیده، این سیاهه، این قسمت سیاهه. اینا اگر توجه کنین دولا چنگن، قسمت پایین 2 تا حالت 2 خطی داره شاینش. این نوت نقطه دار آورده که 1.5 برابر میشه. خب چیزی که ما میخوایم اینجا بهش برسیم این خط میزان ها هستن، خط میزان، و اینا رو بهش میگیم میزان. این میزان اول، میزان دوم، میزان سوم، چهارم، پنجم و ششم. این خط پس 6 تا میزانه و این مابیناشون هم
خط میزان بهش میگن که این میزان ها رو از هم جدا میکنن. علامت میزان نما هم که اینجا نوشته 2-4، اینو فقط زمانی شما متوجه میشین که همون حالت درختی که کشیدیم گرد و سفید و سیاه و چنگ و اینا رو باید خیلی خوب بلد شده باشین، یعنی کار کرده باشین روش تا بتون اینا رو متوجه بشین. فکر میکنم حالا این برای ضبط اولمون اوکی باشه. حالا اگر خواستن دوستان بازم ویدیو براشون میگیریم و میذاریم. خب اگرم سوالی داشتین در کامنت ها بنویسین، حتما جواب میدم. موفق و مؤید باشین.